یه روز با یه آقایی روبرو شدم که پیشگو بودن و فقط از طریق آب دهن گذشتم و دید و آینده رو گفت و باعث شد من به اشتباهاتم آگاه بشم. اون یه فرشته بود، نه فالگیر. اگه دوست داری بدونی چجوری کمکم کرد، با من همراه شو. من لیلا هستم. توی خانواده 6 نفره توی روستا به دنیا آمدم. پدری بسیار مهربون و مادری بسیار سختگیر داشتم. من خیلی زیبارو و در عین حال بازیگوش بودم. متاسفانه از سر تفریح و بازیگوشی خیلی حیوونا رو اذیت می‌کردم. چون توی روستا زندگی می‌کردیم، هم خودمون و هم همه همسایه‌هامون مرغ و خروس و غاز و اردک و اسب و گاو زیاد داشتیم. شغل اهالی روستا کشاورزی بود. پدرم زمین زراعی زیاد داشت. وضع مالیمون خوب بود. ولی من دلم نمیخواست پولاشو خرج کنه. همش فکر میکردم نکنه پولاش تموم بشه. پدر و مادرم خیلی خیر بودن و به هر کسی که محتاج بود کمک میکردن. هر گدایی میومد خونمون یا پول میدادن بهش یا برنج. اگه موقع غذا خوردن ما میومدن بهش غذا هم میدادن که بخوره. مادرم همیشه 2 پیمانه بیشتر برنج میپخت که اگه کسی موقع غذا خوردن اومد بی غذا بر نگرده. من همیشه هرسم میگرفت که چرا پدر و مادرم پولاشونو دارن تموم میکنن. خیلی بچه بودم، 13 سالم بود. نمیدونم چرا طرز فکرم این بود. حتی حیوانای ولگرد هم میومدن خونمون شکمشون رو سیر میکردن. مادرم همیشه براشون تو حیاط خونمون که خیلی بزرگ بود و اطرافش هم زمینهای زراعی بود براشون آب و غذا میذاشت. منم همیشه هرس میخوردم که چرا خونه همسایه نمیرن که غذا بخورن و میان خونه ما غذای ما رو تموم کنن. تا یه روزی یه گربه خونمون داشت غذا میخورد. این گربه هر روز میومد. پدر و مادرم رفته بودن مزرعه. من خونه تنها بودم. رفتم از تو ضایعات یه بطری خالی پیدا کردم. درشو باز کردم و پر از نفت کردم. رفتم کنار گربه، همه ی نفتا رو پاشیدم روش. کبریت رو روشن کردم و انداختم روش. یهو آتیش گرفت. اون صحنه رو هیچ وقت یادم نمیره. چقدر گربه زجه زد. بالا و پایین میپرید و آتیش بیشتر گر میگرفت. راه فراری هم نداشت. منم پیش خودم میگفتم آهان خوبت باشه، تو همش میومدی خونم و غذا میخوردی؟ انگاری از دیدن اون صحنه لذت میبردم که دیگه قرار نیست باشه. گربه در عرض چند دقیقه سوخت و نابود شد. یهو مادرم از راه رسید و دید که من چی کار کردم، شروع کرد به کتک زدنم. یادم کلی بدنم کبود شده بود، ولی از اینکه چنین کاری کرده بودم پشیمون نبودم. یه هفته 10 روزی از این ماجرا گذشت تا اینکه یه روز یهو بالای 20 تا از قازهامون رو شغاله خوردن. همه ناراحت بودیم. مادرم گریه میکرد برای این اتفاق و میگفت من کلی زحمت کشیدم براشون، ما بیچاره شدیم، الان که زمان تخم گذاریشونه همه مردن. وای که منم از گریه های مادرم گریه میکردم. همسایه کنار خونمون کلی حیوان داشتن. تعداد قازاشون هم خیلی زیاد بود. منم از سر بچگی و حسادت که چرا قازهای اونا زنده هستن و برای ما مردن، یه روز تصمیم گرفتم وقتی قازها میرن تو مزرعه براشون سم بپاشم که همشون بمیرن. یه روز صبح رفتم تو انباری پدرم. یه ظرف برداشتم و سم‌ها و کودهایی که آفتکش بودن و به درخت‌ها می‌زدن رو چندهایی برداشتم و ریختم تو غذای مونده شب قبلمون که مامانم گذاشته بود کنار که بریزه دور. اون سم‌ها رو با غذا مخلوط کردم و رفتم مزرعه. براشون ریختم و اونا هم در عرض 5 دقیقه همشو خوردن. منم رفتم خونه. پیش خودم دعا می‌کردم که خدا کنه همشون بمیرن. ظهر شد. یهو صدای جیغ و گریه همسایمون بلند شد. به قدری جیغ میکشیدن و میگفتن ما بدبخت شدیم که من فکر کردم شاید یکی از بچه‌هاشون فوت شده. من و مادرم به سرعت دویدیم سمت خونه‌شون که ببینیم ماجرا چیه. بله، همون اتفاقی که دوست داشتم افتاده بود. همه قازها مردن. بالای 30 تا قاز. ترس برم داشته بود. مشخص بود که یکی بهشون سم داده و همه قازها یهو و با هم مردن. همسایمون داد میزد میگفت به زمین گرم بخوره هر کسی که با ما این کارو کرده.
داد میزد، میگفت خدایا من نمیگذرم کسی که این بلا رو سر ما آورده، تو هم نگذر. من خیلی ترسیدم و یهو دویدم سمت خونمون. تمام بدنم میلرزید. وای چه کار بدی کردم. حالم خیلی بد بود. بالای 30 تا غازو کشتم. مادرم پشتبندم اومد خونه. خیلی تیز بود. همیشه متوجه خرابکاری‌های من میشد. آخه سابقه خوبی هم نداشتم. با عصبانیت بهم گفت تقصیر تو بود آره؟ گفتم نه به خدا. قسم خوردم که تقصیر من نبوده. میگفت من تو رو میشناسم، رنگ به رخسار نداری، تو این کار رو کردی. مقر نیومدم براش، ولی دست و پاهم میلرزید. مادرم هر چند روز یه بار میومد ازم میپرسید واقعا کار تو نبوده؟ راستشو بگو. اگه کار تو بوده ما بریم براشون غاز بخریم. نفرینشون دامن ما رو میگیره. باید بری ازشون عذرخواهی کنی. من همچنان میگفتم نه، کار من نبوده. عذاب وجدان داشتم، ناراحت بودم، ولی نمیخواستم کسی متوجه بشه که این فاجعه کار من بوده. هر روز صبح که از خواب بیدار میشدم میرفتم شکار مار. انقدر با چوب تو سرشون میزدم تا بمیرن. لذت میبردم از کشتن حیوونا. خانوادم دیگه از دستم خسته شده بودن. تو روستا سن ازدواج خیلی پایین بود. چند ماه بعدش به اولین خواستگاری که برام اومد جواب مثبت دادن و منو زودی شوهر دادن. هنوز 14 سالم هم تموم نشده بود که یهو وارد یه مسئولیت بزرگ شدم. همسرم آدم خیلی خوبی بود. خیلی همو دوست داشتیم. بچه زیاد دوست داشت. هم خودش خیلی اصرار داشت که زود بچه دار بشیم، هم خانوادش. ما اقدام کردیم برای بچه دار شدن، ولی هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد. از زمان ازدواجمون 14 سال گذشت. ما همچنان دکتر رفت آمد می کردیم. هر کسی هر چیزی می گفت برای بچه دار شدن خوبه می خوردم. تمام دکترهای شهرهای مختلف رفته بودیم. تمام عطاریایی که معجون می ساختن برای باروری رو خورده بودم. تو این سالها پیگیری و تلاش برای بچه دار شدن زخم زبونی نبود که از خانواده شوهرم نشنیده باشم. همه جا نذر کرده بودم. انگاری اصلا خدا منو نمیدید. تا اینکه یه روزی یه آدمی اومد تو روستامون. ایشون فالگیر نبودن، ولی میگفتن که آینده رو میتونه ببینه و بگه. از طریق بزاق. میتونست همه چیزو دربارمون بدونه. رفتم پیشش، یهو گریم گرفت. گفتم تو رو خدا به من بگو که چی کار کنم. اصلا بچه دار میشم یا نه؟ گفت برو یه شیشه بردار و تف کن توشو بده ببینم. شیشه برداشتم و تف کردم توشو دادم دستش. همین که نگاه شیشه انداخت گفت تو گربه آتیش زدی؟ نفرین شدی از سمتش. وای خدا، دنیا رو سرم خراب شد و شروع کردم به گریه کردن. انگاری تازه فهمیده بودم چه اشتباه بزرگی کردم. آره، من گربه آتیش زدم، کلی غاز کشتم، مار کشتم. بهم گفت حیوونا جایگاه ویژه‌ای دارن و بسیار معصومن و ما امانتدارشون هستیم. انگاری از سمت خدا اومده بود که بهم بفهمونه چه کار زشتی کردم. وای خدا منو ببخشه، آخه چرا انقدر بیعقلی کردم؟ با گریه و زاری بهش گفتم بگو باید چی کار کنم. گفت تو بچه دار میشی، ولی قبلش باید از خدا طلب بخشش کنی، با حیوونا مهربون باشی. حتی تاریخ بارداری من بهم گفت. کلی دعا کردم، گریه کردم، طلب بخشش کردم، شکرگزاری کردم. انگاری بخشیده شده بودم. رفتم پیش مامانو بهش گفتم مامان من بودم که به غازهای همسایه سم دادم و کشتمشون. خیلی ناراحت شد. گفت باید بریم پیش همسایه و ازشون حلالیت بطلبیم. وای که روم نمیشد این کارو کنم. خلاصه با اصرار مامانم رفتم خونه همسایه. نمیدونستم از کجا باید شروع کنم و بگم. خیلی شرمنده بودم. 14 سال از اون زمان گذشته بود، ولی به قدری شرمنده بودم که انگاری همین امروز به غازهاشون سم داده بودم. گفتم اومدم یه چیزی بهتون بگم، ولی روم نمیشه. یا خانم همسایه گفت نمیخواد چیزی بگی، ما همه چیو میدونیم. یا خشکم زد. گفتم چیو میدونین؟ گفت این که تو بودی به غازهای ما سم دادی. وای خدا که چقدر شرمنده شده بودم. یعنی میدونستین و چیزی به روم نیاوردین؟ گفت آره. همون روز یکی از همسایه ها تو رو دیده بود و اومد به ما گفت.
ولی ما به حرمت پدر و مادرت حتی به روت هم نیاوردیم. ولی ته دلمون بابت مصیبتی که به ما وارد کردی همیشه چرکین بود. افتادم به پاشون. گریه کردم. گفتم تو رو خدا منو ببخشین. من بچه بودم، نمیفهمیدم. تو رو خدا منو ببخشین. بگین چی کار کنم که ازم بگذرین. گفتم پاشو عزیزم. این چه کاریه؟ هر چی بوده دیگه تموم شده. ما بخشیدیمت. از خونشون اومدیم بیرون. بازم دلم آروم نگرفت. با مادرم رفتیم براشون 50 تا غاز خریدیم و آوردیم بهشون دادیم. به زور ازمون قبول کردن. چند ماه بعد تو همون تاریخی که اون آقای پیشگو گفتن من باردار شدم. خیلی عجیب بود ولی واقعی. دیگه اون آقا رو ندیدم. خدا بهم یه دختر بسیار زیبا و توپل هدیه داد. اسمشو گذاشتم هدیه. هدیه شد مونس کل خانواده و بابت حضورش روزی 1000 بار خدا رو شکر میکنم. هدیه بزرگ شد و به قدری به حیوونا علاقه داشت که نگو. خودم خیلی وقتا از عشقی که به حیوونا داشت تعجب میکردم. در حال حاضر من و هدیه چند تا کمپ حمایت از حیوانات در شهرهای مختلف زدیم و سرپرستیشون رو به عهده گرفتیم. احساس میکنم الان دعای تک تک این حیوانای معصوم تو زندگیم جاریه. به امید روزی که همه با حیوانا مهربون باشیم و اینو یادمون باشه که حیوانات مردمانی دیگرند.